99% کسایی که دستگاه جوش دارن نمیدونن با دستگاه جوششون میتونن جوشکاری آرگون هم انجام بدن. جوش آرگون خوراک ورقای نازک و لوله های کربن و استیله. ابزارهای لازم برای جوشکاری آرگون با دستگاه جوش: تورچ شیردار، گاز آرگون، مانومتر، ماسک جوشکاری، دستکش جوشکاری آرگون و دستگاه جوش. همه اینا رو هاربر برامون فرستاد تا رازی که 99% جوشکارا نمیدونن و بهتون بگیم. دم هاربر گرم. اینجا این نکته خیلی مهمی رو باید رعایت کنید. تورچ رو وصل می‌کنی به قطب منفی و اتصالات وصل می‌کنی به قطب مثبت. اول شیر گاز رو باز می‌کنی، بعد تنگستن رو مثل کبریت رو سطح کار می‌کشی تا قطب برقرار شه. کار پیچیده نیست، فقط تمرین میخواد. یه تکنیک خفن دیگه هم هست که با فیلرت میتونی قوس ایجاد کنی که البته تمرین میخواد. حالا به نظرت کی دستگاه جوش داره اما نمیدونه با دستگاه جوشش هم میتونه جوشکاری آرگون انجام بده؟ این پست رو براش بفرست و سیوش کن که خیلی کار بردی.